سر صحبت آقای محمد مومنی به سمت سامان. بفرمایید. بچه‌ها سلام. خوشحالم بازی میکنم. آقا این کلماتی که تو بازی استفاده میکنید رو مراقب باشید. به نظرم تو بازی دل کسی ها نشه. محمد رضا پلاس خیلی فیلینگ بدی ازت میگیرم. نکس. به نام شادی مادر. سلام رفقا سامانم. آقا 12 سالم که بود از نزدیکترین کس زندگیم تا اونی که حتی یک بار من برخورد داشت میگفت بیشتر از 22 سال اون نمی‌کنی. پیش بینی‌هاشون اشتباه بود. الان آرمانبر داره این فکر رو تو ذهنش میکنه که بیشتر از بده من تو بازی نباشم، ولی اشتباه میکنه. خودش مافیا رو ذکر میکنهش بیرون. نکس. اسم من دانیال کیف کنم با تو بازی هر کی وارد زندگیتون میشه میخوای رنجی بهتون وارد کنه، این شمایید که انتخاب میکنید که ارزش داره به خاطرشون رنج رو تحمل کنید. داخل بازی شهروند پیدا کنم، حتی اگر به ضررم باشه کاورش میکنم، برم جلوش. به نظرم شوق شهروندی نداری حسین فرانی، شوق شهروندی اصلا نداری. نکست. سلام بچه‌ها، خوشحالم بهتون بازی میکنم. این بازی مچکوی هیولا اومده، یعنی مافیا بشید یار تارگت کنید، یار به یاریتون رو در میارم. مافیا باشید برید شهروند کاور کنید، یه شهروند دیگه گردن بگیرید، باز میفهم خودتون رو میکنم بیرون. آقای سامان درزی، این دیالوگی که گفتی از قبل آماده شده بود، اصلا رفتی فیلینگی نبود که از آرمان گرفتی. اسم من دیالوگو آماده کرده بودی که کارت مافیا گرفتی، همچین دیالوگی رو بگی وصلش کردی به آرمان. بعضی سامان درزی قبل خودم مافیا بود. نکس. آقا حساتون بخیر، من حسینم، امیدوارم بازی خوب بشه. ماجرا گل داشت اسپریت راستش میگم من چیه؟ آفرین شهروند. قشنگ سامان که دیالوگش چه ذره کوچولی حالتی داشت ولی تارگت فیلینگ اونقدی شهروند نداشتم. دانه 12 من شهروندی رو پیدا کنم که حتی به ضررم باشه هم کار شهروندی که پیدا کنیم حتما به ضررت نیست. تو شهروند پیدا کنی لینک شهروندی میتونه مافیا بکنه بیرون. توش به نظرم مافیای دیالوگ از دید مافیا در اومده. یه شهروندی که قرار یارو تارگت بزنه رو کاور کنه. به نظرم اینجوری من شکر به نظرم شهروند معرفش باحال بود. این پلاس که به نظرم معرفه شو کرده مافیایشو. اصلا استرس داره میکشه. به نظرم رول مذاکره کننده فردا رو نباید ببینی. روز یک میکنه بیرون میخونه مذاکره کننده، دیگه هم مذاکره هم نمی‌کنی. آخر اون رو از مذاکره کننده خوشت نمیاد. نکست. آقا سلام، شاکریم. اسمم محمد رضا هست. قمار کردن همیشه ممکنه 50% ضرر بده، اما تو بازی قمار کردن رو من 2 سرسود. نکته اول. نکته دوم حسین جان، همیشه اگر مافیا باشم روز دو متوجه میشه. الان فهمیدم من مافیا هم بدون حتما شهروندم. نکته سه، نه میخوام ترپ بندازم نه هیچی. میلاد کیا سیت 10 آدز نداره شهروند باشه. آدز 0% شهروندی. فردا قمار میکنید، روز یک ساید مرز پلاس رو باز میکنید. اسنایپر هم میتونه تازه همون شکل بزنه. دمید میلاد کیا. نکس. آقا سلام، من آرتینم، امیدوارم که بازی خوب بشه. دانیال به نظرم مافیایی. استدلال حسین برات استدلال درستی بود. اصلا اصلا چه شهروند کاور کنی به ضررته، یا شهرونده رو میکنن بیرون میخونه شهروند فردا موازه داری، یا با همون شهرونده مافیا میکنی. اصلا ضرر نداره شهروند کاور کردن. به نظرم مشکوک. پلاس به نظرم مافیا بود حتما. آقای پلاس اون ترپت که تو این سیت بر 13 ترپ توهی و خالیه، چون انقدر فکر شده تو بازی میلاد که در میاد. از نکته بعد میگی میکنید بیرون میلاد کیا رو اسنایپر میتونه شب منو بزنه، اسنایپر خودش میره از بازی بیرون، خب یه مافیا بکنه بیرون، اسنایپر شب بره باشه، شب چه اتفاقی رقم بزنه. میلاد کیا مافیا ساز مذاکره میکنه، بازی‌ها رو راحت میارن. پس به نظرم کاری که ترنت کردی کار توهی بود، حتما مافیایی به نظرم. نکست. آقا سلام، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. یه جور بازی کنید بیننده کیف کنه بیشتر. از آرتین شروع کنم. دورت بگردم فکت خیلی جالب بود تو بازی. فقط یه دونه دارشون تارگت کرد، یه دونه مرد پلاسون. اون دو تا فکت حسین آورد برای چیز. تو نظر مشکوک تو بازی. سامون در از این روی دیسلایک میگه بازی تو هم به نظر مافیایی. فارغ ولش کن. فارغ از کسی که روی تارگت آرتین به پلاس لایک دارن میگه آرتین تو بازی مافیاست. از مشکوک حس خوبی نگرفتم. من که چند دارم ولی حس خوبی نمیگیرم. نکس. آقا سلام، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. زندگی قشنگه حتی اگه آنچه میشید. نفهمیدم مومنی شکوی حسین فرانی با هم مافیا باشه، توشون هم مافیا باشه. از تو 2 3 پلاس هم حتی نفهمیدم مافیاست. چرا؟ یه لحظه یه نکته براتون بگم.
پلاس اگر مافیا بازی بود تو قبلی خودش وقتی دو تا دونه فیلینگی خورده از مومنی و حسین فرانی خودش باید میدونه دیگه اگه کارت شهروندی باشه باید اینجا رو تو بازی تحلیل کنه دیگه، نمیاد یه ساید دیگه بگیره با میلاد که برای همین برام شهروند بازی بود. پس میگم تو 2 3 این آرتی میلاد که به نظرم مافیا حتما نشسته، یه دونه نشسته، 1 یا 2 یا 3 تا مافیا نشسته. دانیال لحظه نکست. سلام دوستان، کیا هستم؟ خیلی خوشحالم دارم بازی میکنم. امیدوارم بازی خوبی باشه جدا از اینکه چه سایدی برنده بشه. حالا داری دیسلایک میدی، من تو روز که داشتی صحبت می‌کردی احساس هم انرژی خیلی پایین بود نسبت به اون تارگتی که داشتی می‌زدی برای اینکه فردا پس بشه. ولی رها شد، اصلا همه تحلیلای من رها شد با رفتار این پلیر. فهمید تو اون ست اول اینکه یه جوری نشسته بودی داشتم نگاهت می‌کردم انگار یه اتفاق خیلی بدی برات افتاده، یه تحت یه فشار خیلی زیادی هستی، نمیدونم چی بوده. بعد اینطوری با اخم و چی فهمیدی ترپ هم نه نوآز با یه نفر که صحبت نکرده. میدونم که انرژی بدی ساته نکردم چون از اینجا تا اینجا هیچ کسی به من فیلینگی هم تارگت نزد، پس انرژی بدی هم ساته نکرده بودم تو سیت خودم که بگم از این مسیر فهمیدی باید من نوآز کنی. رفتارت شهروندی نیست، گردنت میگیرم چون تو نوآز زدی، گفتی ترپ نیست دیگه، گفتی نوآز میزنم، هیچ تحلیل دیگه هم نخواستی وارد بازی بشی. مگه میتونستی پلاس با این رفتارش نایده بگیری؟ سر صحبت‌های محمد مومنی به سمت سامان گودرز. امروز اصلا اون برای دکو میذارم که این دانیال 12 من بکنم بیرون. آقای دانیال 12 دور اول که این آرتین بلند شد برای آقای پلاس فکتور داشت دیسلایک میدادی، افتادی وسط واسه داشتیم لایک میدادیم. گفت استاپ زد دوباره فیلم بگیره، تو جرأت نکردی دیسلایک بیاد جلو. چرا دوباره دیسلایک ندادی؟ بنظرت پلاس شهروند بود، آرتین داشت اشتباه تارگت میزد دیگه. دور اول دیسلایک دادی، گفت میخوام دوباره ضبط کنم، دوباره دیسلایک ندادی. چون نظر مافیا بودی. آقای رضاییان مگه میشه یه نفر به نظرت شهروند باشه ولی حس خوب نگیری؟ یعنی چی؟ گفتی ما چیکو ازت حس خوب نمیگم ولی به نظرم شهروندی؟ حرکت که اصلا حرکت درست. آقای مرزا پلاس قبل خود هیچی نبود تو بازی، فقط حسین فرانی فهمیدی باید این دیالوگا رو باش کنی. مضمونی چی بود همونجوری بود فیلینگ زد. پس مرزا پلاس هم منظرم مشکوک بود. دانیال لحظه منظرم نوادزه. نکس. آخه این فکته که حسین واسه دانیال آورد به نظرم تو ترم معرفه خیلی عالی بود. ترم معرفه خودت خیلی شهروندی داشتم محمد شکویی، به نظرم خودت خیلی شهروندی. رضاییان نمیدونم رضاییان مشکوکی صحبت کرده دیگه، حس بدی اگه ازش میگیری که باید بهش بگی مافیا. حس بدو که شهروند نمیده بهت که. تو میگی من شهروندت دارم ولی حس بدی ازت میگیرم. نمیدونم. دانیال 12 رو به نظرم بکنید بیرون. اون بتل پلاس میلادو حال نکردم حقیقت. چالشم به خاطر این به خودت ندادم. خودت هنوز برام مافیایی. تو اینجاها کار داشتی، اینجا باید تحلیل میکردی، حداقل ما فیلینگ بد از تو گرفته بودیم، باید دل ما رو به دست میآوردی، بعد میلادو می‌خواستی بکنی بیرون. حالا فیلینگ بد گرفت، همون جوری که تو از میلاد فیلینگ بد گرفتی من از تو فیلینگ بد گرفتم. فکت درست باید بیاری. به نظرم دانیال 12 حتما مافیاه. رضاییان ببخشید اول صحبت کنم من. به تارگت نمیخوام. اول صحبت کنم. یه لحظه گوش کن. ببین یه جا از روند بازی میگه شما شهروندی تو بازی، یه جا از تو بازی شما از حس خوبی نمیگم. دو چیز متفاوت با هم دیگه. تو قاطی نکنید. شهروندی من تارگت نزنید. فکتی که واسه آرتین خیلی درست بود. آرتین تو بازی چی میگه؟ مثلا من میلاد تحلیل کنم. میلاد جان من تو بازی نسبت به آقای مرز پلاس تو بازی نو کامنت بودم. اوکی. تو من خورده میگیری میگی چرا به مرز پلاس تو بازی چون موزه نور پایین داره شده. گفت من حسین و ماشکویی و من بومنی تو بازی شهروند کرد. گفت حتی مافیا پلاس هم تو بازی نفهمیدم. تو نرفتیم از آرمان تو خورده بگیریم. جان موزه نورم پایین حد آقای موزه نورم پایین درست نه. آرمان یه ذره موزه حتی چیزام پلاس یه ذره برد بالا. گفت نفهمیدم شهروند. یه جوری قاطیش تیم شهروندی خودش کردش. به شما میپرزم. نکست. آقا من بازی مافیا رو بلدم ولی میخوام این کار رو خیلی ریسکی کنم. محمد مومنی با اینکه شکویی و مافیا چی شهروند داره، دانیال و مافیا داره، رضاییان و مافیا داره، به نظرم شهرونده. خود دانیال شهرونده، خودم شهروندم، رضاییان شهرونده. یه دونه شهروند بین میلاد کیا پلاس هست. چون میلاد کیا من آقا حقیقتش چیزی بهت بگم، میلاد کیا تا اون من قسمت دوم حرف پلاس رو خیلی ازش ناراحت شدم. حتی اگر تو مذاکره کننده باشی نباید بگه اسنایپر به همون شب بیاد منو بزنه. این به نظرم صحبت شهروندی نبود. اون توضیحاتی که شما نسبت به پلاس دادی، تو از رو کارت خودت به پلاس تاگید گفتی پلاس چون منو ناکس کردی، چون به من فیلینگی نزدی، چون منو ناکس کردی من فلان. کارت خودت میگفت پلاس فقط مافیا بدون توضیح، فقط پلاس مافیا بازی. آرمامر که نوآکس یعنی بیس مافیا من شوکوی آرمامر با هم دیگه. یه دونه بین شما دو تا نمیدونم که خودم مومنی دانیال رضاییان به نظرم شهروندیم. قربونت برم تو ترم معرفه من ناکس کردی داشتی رو چالش شما بعد من صحبت
فر بعد من صحبت مثلا تارگت های خیلی بیموردی به من زدی. یه شهروند زیر فشاره، من کاورش کنم قطعا فشار اون شهروند همون فشار رو قرار به من وارد بشه دیگه. پس حتی به ضررم باشه منظور فشاریه که رو اون شهروندیه که دارم کاورش میکنم. چه فکت افتضاحی بود برای من آورده. آقای محمد شکوهی یه بار من دیتا دیسلایکمو سر معارضه پلاس وارد کردم. دیتا رو من برای ویدیو وارد نکرده بودم، دیتا رو برای دک وارد کردم، برای شما اون دیسلایکو دادم. قرار نیست چون ویدیو کات شده دوباره استارت خورده همون دیتا رو برای ویدیو وارد کنم که من این دیتامو برای جمع وارد کردم. این میلاد کیا به نظرتون ترن شهروند بین آرتین آی رضاییان میلاد کیا به نظرم دو تا مافیا نشسته. میلاد کیا موضعی که قبل صحبت کردنش رو پلاس ایجاد شد موزش رفت بالا، موضعی بود که 10 تا باگی کلامی داخل ترنش بده. یه انقدر لایک رو مافیای پلاس اومد که اصلا میلاد کیا باید با جرأت ترنش طی می‌کرد. تو 10 تا کلامی که صحبت کرد 10 تا توبق زد، 10 تا باگی کلامی داد. بین هم شده بوده و 10 تا لایک هم رو تارگت کننده اومده بود داخل بازی. من احتمال دارم اصلا ریخته. همین فکر بعد سامان تو قبل از اینکه من صحبت کنم فهمیده بودی پلاس مافیاست. چی شد من صحبت کردم فهمیدی بینمون یه دونه مافیاست؟ تو قبل از اینکه من صحبت کنم داشتی لایک میدادی رو مافیای پلاس. چی شد که فهمیدی ممکنه کارت شهروندی بشه با صحبتای من؟ ناتو شیاد اون عوض شد با کارت مافیای من که فهمیدی الان بینمون مافیاست. آقا رها میکنیم. من که به تو بک نمیدم. بکمو میدم به همین محمد رضا پلاس. رفتارش داره اذیت میکنه من. میدونی رفتارش خارج از بازیه. رفتارش هیچ جوری نیست که از میگه داره پلیری که حتی با کارت مافیای شهروندی داره یه چیز تحلیل میکنه یه رفتار میشه. رفتار آمبولی داره انجام میده. این پلیر داره من اذیت میکنه داخل بازی. پس سایدمو فقط اکسپت میکنم. در صورتی که اون دو تا تایید من دارم میگم احساس میکنم روی کارت شهروندی این داره منو تارگت میکنم، ولی رفتارش آمبولی بستم ساید رو اینجا. چون پلیر نشسته داخل بازی که منو اذیت کنه داخل بازی. پس همینجا سایدو میبندم. یا من میرم بیرون یا خودش میره بیرون. چون اون دو تا دیگه حق نداشتن منو تارگت کنن. لایکشون رو رفتار بعد پلاس بوده. پلاس امروز هنوز ورود نکرده بوده به بازی. فهمیدم میلاد کیا مشکوک توپاق زده داخل مسیر. چه فکتایی؟ آرام جان حتما من برمیگردونی بعد از منم صحبت کنم. آقا فرض رو بر این میذاری تو روز معارفه این میلاد کیا سیت 10 از بیرون دیتاش رسیده مافیاست. کارت مرز پلاس تغییر میکنه بدون دیتای امروزش. این آقای سامان دیگه مرز پلاسی که دیروز فصل لاگ میاد براشو ول کرده، میگه بین این دو تا مافیاست، مافیاش منم. آقای سامان گودرزی من چرا باید بیام خودمو دوباره با دانیال شهروند رو درگیر کنم؟ دکی ما گفته بود شهروند، حسین که مافیا نداری، حسین من گفت شهروند، رضاییان منظر حتما شهروند بود به من گفت شهروند، مدمونی منظر شهروند بود به من گفت شهروند، بین این دو تا یه دونه مافیا چه جفتشون معرفه من گفتم شهروند. چرا کارت مذاکره کننده یعنی تو مذاکره کننده منو خف کردی اونجا آرمان مهر؟ من خودم انداختم وسط که اون یه وقت تارگت نخوره بعد به تو تارگت نزدم، من دانیال رو تارگت کردم. من که شهروندم. امروز سایدام میخوام بگیرم با سامان گودرزی، میگم چین مرز و پلاسه، اینجوری میگم، یعنی میگم تو رو بازی کردی پشت هم بازی کردی، میگم چینید با هم دیگه. سامانو میکنم بیرون، فردا خون مافیا پلاسو میکنم بیرون. گوش کن چین سامان گودرزی چین مرز و پلاس نمیشه ولی چین آرتین میشه تو بازی. آرتین معارفش میدونی به کیا تارگت زد؟ پلاس رو تارگت کرده. رو رضاییان داشته ریاکت نشون میداده، دانیال لوازم تو بازی تارگت کرده. 3 تا شهرونده سامان گودرزی تارگت کرده، سامان گودرزی ابدا به آرتین تو بازی تارگت نزد. تو بعدی خودت هم که منو برای من مافیا بازی هم دیگه. نکته این محمد مومنی چرا برای شهرونده بازی؟ چه جوری برای شهرونده بازی؟ دانیال لوازم برات حتما شهرونده بازی دیگه. معارفه بازی دمیج سنگین تارگتو کی زد؟ حسین فرانی به دانیال لوازم شهرونده تو بازی زد که ابدا این مافیا بازی نداشت. مهاجوگی برات مافیاست، رو پلاس داشتی لایک میدادی، رفته به پلاس تو بازی تارگت زده. میلاد کیا هم یه خورده ریزی بهش کرده تو بازی. تو پلاس بین این دو تا یه دونه مافیا بازی داری. من چجوری برات حتما مافیا بازیم؟ من چجوری برات حتما مافیا بازیم وقتی آرتین رو ترنم دیدم؟ تو سیتی که داشتی بعد آرتین تو بازی نواکس می‌کردی. حسین باید چالش می‌گرفتی. من خیلی درگیر تو بودم که چرا چالش نگرفتی. آرتین جان چالش می‌خوام. تو هم برگرد بفهم. من صحبت کنم اول. من یار سامان گودرزی بودم پس های آرمان مهر. سامان گودرزی ورودش تو معارف رو فکتایی که من داشتم می‌آوردم روش لاک نتنش رضاییان که موزه من آورد پایین حساب به پلاس آورد منو اینو کاور کرده تو آورد پایینش چی مافیایی به نظرم حتما تو به نظرم مافیا چون سامان گودرزی به نظرم عمری اصلا اینجا به نظرم یار نداره. یعنی مثلا ترنش فقط خواست بگه اینجا یار نداره. من مهاجوگی بس به نظرم استدلالش اشتباهه راجع به سامان. ترن برس چالش هم حتما میدم سامان ورود کنه تو بازی. پلاس به نظرم مافیا بود. پلاس مافیا بود میدونی با لوکیشن کجا باشه باید مهاجوگی گردن بگیری یا بتل سنگین بین دو نفر بود. مهاجوگی چالش اول گرفته به قبل خودش که دیروز تارگت نظر تارگت زد. نکته اولش. نکته دوم چالش ما بده سامانی که به نظرت خیلی شهرونده. سامان اصلا این بین مافیا نداره، تو مافیا قطعی اینجا دارم. این بین مافیا اعلام نکردی. شما گفتی بین اینا مافیا باشه خوشم نمیاد فعلا روتون.
شما با دیتا مافیا محمد شکوری باید حتما بین این بتله مافیا تعریف کردی. نگفتی آقا سبک داری به این تارگت میزنی، سبک نمه داری به این تارگت میزنی. به نظرم من آرتین به نظرم مشکوک بود معارفه، خود آرمامر به نظرم مشکوک بود معارفه، رضا آریان به نظرم من تراکم مافیایی بین 4 نفر آخر بالای 2 تا مافیا دارم. آرام این چالنجی که گرفتی چالنج بی‌موردی بود، میدونستی سامان گودرزی به نظرت مشکوک بوده از نفر اینجا با چالش میگرفتی گذاشتی تا سیت شوکوی رسیده اون موقع چالش بگیری که چی برسی؟ من چالش نمیگیرم مشکوکم، من میدل سیتم، تو باید چالش بگیری. دیتا اینور داشتی معارفه 4 تا مافیا داشتی، میلاد کیا، آقای آرتین، دانه 12 فکر می‌کنه با سامان گودرزی 3 تاشون حداقل صحبت کردن، 3 تاشون صحبت کردن، چرا چالش نگرفته بودی؟ مشکوکی به شدت رضا آریان آرتین که افتضاح بود. این به نظرم مذاکره کننده ای. آقا محمد جون بفرمایید. آقا این آرتین های آرامر که اصل ابدا چین سامان نیست، مگر اینکه بگه آرتین مافیا سامان شهرونده، چون چین هم نمیشه. این آقای سامان امروز میدونی چجوری شروع کرده؟ رفته کسایی رو شهروند کرده که آرتین داشته بهشون تارگت می‌زد، بهشون ریاکت میداد. رفته رضا آریان رو شهروند کرده که موزه آرتین رو آورده به پایین. رفته این دانیال 12 رو شهروند کرده که آرتین اومده بهش تارگت زده. دیروز داشته اوورک میداد روی آقای مرزا پلاس، امروز مرزا پلاس هم کار نداره. پس الان اگه این دو تا با هم دیگه یار باشن که دیگه بازی رو برای این آرتین تموم کرد. سامان گودرزی نه امروز سامان تو بتل سنگین داری. سامان فهمیده تو انقدر شو که من بازی رو ول کردم خودم انداختم مثلا تو بازی نری بیرون. امروز بین آقای سامان رو میگه بیرون، میگم بین این دو تا مافیا، چون سامان به نظرم بیس مافیاییه. کل شهروندای سامان براشتن ما گفتن شهروند، سامان فهمیده من مافیام با آرامر چیه امروز بنظر امروز فشار فقط میخوام بزنم رو سامان گودرزی. نکس. آقا یه نکته، شوکویی اگر مافیا باشه بین آرتین و سامان عمر یار داشته باشه، پس فعلا امروز شوکویی رو کاورش کنم. فکت واضح میارم برای آقای آرتین، امروز کمک میکنه شهروند، تک رای میدیم آرتین فقط به ساید محمد رضا پلاس. آرتین جان میگه محمد رضا پلاس تارگتی که زدی سیده ده تارگتی که نبود ترپ بندازی. نفر آخر من که تو ترنم گفتم تارگتی که میلاد کیا میزنم ترپ نیست، فیلینگ هم زده بهش. میلاد کیا تو قطعی به یقین مافیه. اون فکتی که همیشه میگی تهران محمد رضا، اون فکتی تو استفاده میکنم. میلاد کیا فهمیده بود سامان مافیاست، ترن معرفه میگه چون تو مافیا بودی سامان دیگه به تارگت نمیذارم تو بازی، والا شو تارگتش کن میلاد کیا، با همون فکت من باشو میلاد کیا تارگت کن داخل بازی. به میلاد اونجوری کردی ترنت گفتی پلر داره آمبولی منو تارگت میزنه، چون ترنت هم افتضاح بود، فیلینگت هم 100 به نظرم قطعی به یقین مافیایی، به تارگت نمیذارم. یه تکرار میدید آرتین. من صحبت کنم. امروز آرتینو که تک دفاعش میکنید، چالش دادی به من دیگه، اجماعتو میگیرم، قصه نخور. اصلا این چالشی که حسین فرانی بده تو کلا سوختی. قربونت برم، رضا آریان تو بازی گردنت گرفت. من تو بازی به تارگت زدم، اینجا پلاستش رو ریاکت نشون میداد. اینجا چالش گرفتی وارد بازی بشی، 1 2 3 4 5 نفر تو فرصت داشتی که چالش بگیری بعدی خودت تحلیل کنی، چون 2 نفر عملا تو بازی گردن گرفته بودن. تو با این چالشی گرفتی اصلا کلا سوختی. امروز آرتین ببینم اون نه کدوماتون دک مافید اصلا مثلا مهم نیست، ابدا مثلا مهم نیست. امروز آرتین رو گرفتم، تک میاد تک میره، کنارش هم چین در نمیارم، آرتین رو میخوام بکنم. حیف این 40 ثانیه که این ویدیو ضبط شد، چون فقط تو استدلال که نبود، فقط گفتی آرتین رو میخوام بکنم بیرون. آرتین کدوماتون شهروندید برام مهم نیست. آرتین این ترنت که این بود استدلال عزیزم. شما رو کارت شهروندی مرزا پلاسی معرفه امروز باید بریم فقط آقای میلاد کیا رو نهاد می‌کردی، چون میلاد کیا معرفه فقط فهمیده پلاس مافیاست، با خودتون دوره‌ای بازی کرد. میلاد کیا چیه به نظرت آقای مرزا پلاس؟ رو کارت خودت بعد میگفتی تو آرامر میلاد کیا حتما مافیاست. میلاد کیا امروز با آرامر تاریخ نمی‌زنه. آرامر میلاد کیا به نظرش مافیاست، با من بکن سر دیالوگ میلاد کیا فهمیدم. من سر دیالوگ میلاد کیا روز نرفتم بهش تارگت بزنم. سر دیالوگ میلاد کیا با هر وقت دیالوگ شد واسه گرفتش تارگت بزنم، میگه آرتین مافیاست. کارت من چه کارت میلاد کیا رو تحقیق داد؟ مافیاست. چون این مدلی باید دیالوگ کرده، من اومدم موضوع رو بیارم پایین. مذاکره‌مه، رو کارت مذاکره اومدم موضوع رو بیارم پایین. خود به نظرم حتما مافیای مدارا رو گردن میگیره، تک کنش بیرون. چله حداقل استدلال آورد. مثلا مومنی وارد شه بعد من سوال گوش کن لحظه. یه چیز اصلا خیلی غیر منطقیه. داراشون محمد شکوری تو بازی بلند میشه میگه که سامان آرتین تو بازی با هم دیگه یار باشن. اوکی، خود سامان داره شهروندی آرتین بازی چی میکنه؟ لایک میده. پس به نظر آرتین شهرونده، درسته آقای شکوری؟ به سامان دادن آرتین شهرونده، پس کجا اختلاف دارید با هم دیگه؟ اختلاف تو کیه؟ اختلاف تو سامان تو چیه با هم دیگه؟ که انجام داره به آرتین به نظرم شهروند شد. به نظر من شهروندش دارم با این
با این قضیه که الان دو تا دارن تو عامل تو سایدن، هم محمد شکویی هم سامان روش تو سایدن، میگن آلو آرتین لایک میدن، بگید اونجا زرگریه، مذاکره در خطره. میتونید چه حرفی بزنید؟ بگید اونجا زرگریه، بگید مافیا ساده و رئیس با هم درگیر شدن، آرتین مذاکره توضیح در خطره. آبیادارش هم آرتین حالا اسمم فکت مافیا دارم. میتونی بری این فقط میاد تو میلادکیو گردن میگیری تو بازی میشه را. رو تا اونجا میلادکیو تارگت میخورده. یه چالش اومد تو بازی، یه عوض شده چالش اومد در دست آرمان تو بازی، میلادکیو رو شک شده تو گردن گرفتی. نه بعد میلادکیو رو گردن میگرفتی. من نکس بدم حالا. آقا این ببین حسین فرانی تر معارفه یک به توش شکویی گفته شهروند، به خودت برای چی گفته شهروند؟ فکت آوردی واسه دانیال لوازه، یه تارگت خورده به دانیال لوازه تو شدی شهروند. محمد رضا پلاس تر معارفه غیر منطقی ترین کارو کرده. حالا امروز اگه حسین فرانی آرتین تارگت نمی‌کرد کیو می‌خواستید دقیقاً گردن بگیرید؟ اصلا آرمان که واضحه تو سایت داری با سامان گودرزی سایت داری اینجا. درباره محمد شکویی باید اعلام موضع کنی، درباره سامان گودرزی باید اعلام موضع کنی. محمد رضا پلاس اصلا نمیپذیرم ازت که بخوای آرتینو بکن، مگه فیلینگ بدتری از میلادکیو رو بکن بیرون. الان امروز به ساید خودت بره بیرون بده مگه؟ میلادکیو آرتین مافیا، میلادکیو یارشه که چالش بدم به محمد شکویی، آگزم داره به خود تو بازی چین باشه آرتین. براتون خیلی ساده توضیح میدم. بین سامان گودرزی، دانیال لوازه، محمد شکویی تعریف چند تا مافیا دارید؟ میتونید بگید 2 تا مافیا تو دکه؟ پس یه دونه ماکس. بین محمد رضا پلاس، من رضا آریان چند تا تعریف مافیا میتونید بکنید؟ نهایتا میتونید بگید نه یه دونه باید بگید تو بازی. چون اگه من با پلاس تو بازی یار باشم که رو کارت یار نمیرم یه دونه تارگتش تو بازی فالو کنم، دستی که چالش نگرفته، من از محمد شکویی چالش گرفتم، پلاس 2 نفر بعد محمد شکویی بودم چالش گرفتم، آرتینو آوردمش تو بازی. گوش کن، سامان گودرزی مسیر مستقیمت بوده داداش. حسین فرانی که ابدا برات مافیا بازی نیست، گفت تو ما سه تا دنبال 2 تا مافیا میگردم، این که برات مافیا بازی نبود. پلاس برای چی برات مافیا بازی بود؟ سامان گودرزی گفت رضا آریان برای شهروند بازی اولی مشکوک بازی. محمد شکویی هم که ابدا مافیا بازی نداشت، با تارگتایی که داشت میزد اونم دومی شهروند بازی بیس مافیایش بود. میلادکیو رو تو بازی تارگت کرد که با بیس مافیایی محمد رضا پلاس میلادکیو برای شهروند بازی بود. تو مسیر داشتی سامان گودرزی تو ترن نوآیس کنی نکردین. جان امروز تک دفاع میای بالا. خیلی براتون ساده توضیح بدم. کارت من اصلا پلاس تا کارت من میخوام بسوزم. فردا بازی من میخوام چک بخورم. آرتین امروز به ساید من میکنید بیرون. براتون فردا بازی چینشو بهتون میگم راحت. یک به ما گفت شهروند، سامان گودرزی شهروند تارگت نمیخوره. من شهروندم دارم تبر میذارم رو سامان گودرزی، شما دارید مافیا میکنید بیرون. با کارت مافیا این آقای آرتین، آقای مرزا پلاس سر ما اون آقای میلادکیو آشتی میکنه. این دو تا با هم شهروند. این آقای رضا آریان داره میگه آرتین به نظر مافیا بود، یار به یار که نبود. گفت به نظرم امروز شده شهروند ولی فک مافیا داره، فک یارش آورد. خودت داری میگه تک تارگت اون آرتین رو میزنی. این آقای حسینجی که اومد اون یه تارگت زد به آرتین، بازی رفت رو آرتین. این سامان گودرزی که کار روز یکش در حال کلا بس رو آرتین رفت، کسایی شهروند که داشتن این آرتین رو تارگت میکردن. این داره اوورک میگه که آرتین به نظرش مافیا، مردمی هم که تو یک تارگت نخوره منم نظر همه تو شهروند بودن. آرتین با کی مافیاست؟ امروز من تبر زدم آقا. محمد شکویی تبر زده رو سامان گودرزی. سامان گودرزی از بازی میره بیرون، خون مافیا آرمامر میکنه بیرون. نمیذارم این سایده بخوابه. ساید بین میلادکیا پلاس، ساید بین این دو تا، نمیذارم این سایدا بخوابه تو بازی. نکس. الان تو داری با کارت مافیایی من بهم رحم میکنی داخل بازی تارگت نمیزنی. تکلیف منو مشخص کن داخل بازی. مافیا شهروند نیست. این چی داره به من رحم میکنی داخل بازی؟ من رحم احتیاج ندارم، قربونت برم. سایت فهمیدی من مافیام، سایت میبندم با داخل بازی. چون اصلا رفتارت رفتار درستی نیست. کلا تو این بازی که تو روز معارفه جوری بازی کردی که 4 تا لایک اومد، بعد میگی روز معارفه میلادکیو بد بود. این از تو چالش بهت دادم که تکلیفمو با خودت مشخص کنی در مورد کارت مافیای شهروندی خودم، چون گفتی میخوام به رحم کنم، با کارت مافیای رحم نمیخوام. این مافیا میگه گردنم میگیری داخل مسیر بازی. سامان ورود کرده گفته رضا از نظرش یعنی دیتای اولیه کارتش این بوده، گفته رضا شهرونده، یعنی نکته یکش بازی کرد. بعد گفته میخوام کار خطرناک بکنم. محمدی که داره به دانیال هم تارگت میزنه از نظر شهروند، دانیال هم از نظرش شهروند بوده. محمد شکویی اومده بوده با دیتای مافیایی دانیال وارد کرده بوده. یه بتل اونجا ایجاد کرد داخل مسیرت. بتلی که ایجاد شد، دانیالی که داشت خودش از محمد شکویی فهمید با این توافق کنه اون لحظه اول روی مافیایی آرتین. مگه میتونستی الان که فهمیدی آرتین شهروند داشت دیسلایک میدادی دیگه دانیال رو تحلیل نکنی؟ بعد روی دانیال یه ریاکتی نشون میده دیگه. دانیال فهمیده اونجا فیز همراه خود فهمیده بود من مافیام داخل مسیر. امروز بهت رأی میدم داداش. من به ساید من برو بیرون. اصلا رحمانه این چی؟ تو گفتی داره رفتار جوری داری آمبولی من از بازی میکنه. من دوست ندارم اینجوری که بکنم. مافیایی. قطعی به یقین مافیایی تو بازی. الان مافیا کیه به جز من؟ پس من بهت گفتم شهروند، مافیا کیه؟ من بهت گفتم شهروند کیه؟ بین کی؟ بین سامان و آقای دانیال. یه دونه دیگه کی؟ این آرتین برات مافیا نیست داداش گلم. آقا اصلا محمد جان
من اینجا تا اینجا من رفتارم که مذاکره کننده نبوده تو ترنم، گردن گرفتم آمبولی وارد بازی شدم. بازی مافیا میفهم دیگه. قرار بود یه شهروند اونجا پوش کنم، درست یا نه؟ اینجا میتونی به من بگی یار ندارم؟ یه یارم نشسته. مگه میشه کسی من چالش نده؟ تا اینجا یکی رو پوش میکنم میرم دیگه. مگر که بگی مذاکره کنم که چه نیستم با نقش مذاکره اینجوری بازی کنم. آرتی فهمیده من مافیام. امروز آقای سامان مافیاست، یاراش باید بگی خیلی بدن که چالش بهش ندادم. من امروز رای میدم آرتی، رای میدم میلاد کینکس. رای گیری از محمد مومنی به سمت سامان گودرزی. رای برای محمد 2، رای برای سامان، رای برای دانیال، رای برای شکوهی 3 رای، رای برای حسین، رای برای پلاس 3 رای، رای برای آرتین 5 رای دفاع، رای برای رضا 5 رای دفاع، رای برای آرمان مهر 5 رای دفاع، رای برای آقا میلاد 3 دوست دفاع میکنم. آقا یه لحظه وایسید، من دو سه تا فکر کنیم آرمان مهر تک امروز از جریان خارج کنه. این آرمان مهر داره کارت داخل میکنه برای خروج کردن من. اوت اف ترن داره میگه میلاد کیا پلاس به نظرم با هم دیگه شهروندن. این از این. اوت اف ترن میگه این دو تا به نظر با هم دیگه شهروندن. چرا شده محمد چوکویی بس به نظر چهارم شون ترنت هم بهش تارگت نزدی که سامان رو تارگت نکردی، از ساید گرفتم با سامان داری فرار می‌کنی که حسین فرانی چالش نگرفتی برام عجیبه. به سامان به حسین هم تارگت نزدی. من مافیام، رضاییام بعد رو کارت مافیا من میشه حتما شهروند. بعد مومنی میتونی بذاری یارم با دانیال که رو من فاصله کلی چین ترور قرب ندارم. کارت داری داخل می‌کنی برای خروج پیدا کردن. این دو تا چیزی با هم دیگه شهروند. این دو تا با هم دیگه شهروند. سامان موردش تو بازی گفتی یه ایده با هم کار می‌کنم به شرطی که سایه اینجا سامان داشته چه گردن نگرفتی. از هر من شانس نظر من تو بازی مافیا است. رضا کارت هم پیسفور کردی. چون متقدرین استعداد شهروندی توی روز یک تو برای من آوردی به تارگت زدی یک تا دیوار دفاع. چرا امروز من دومو فقط میدم به آیه معهد آرمان به ساید خودم از جریان بازی خارج کنید. حتما به نظر مافیا است. آقا ناکن تو بازی کیا ما رای دادن؟ من موافق نشدم رای داده. سامان گفت رضایی حتما شهروند از کارت من بازی استفاده کرده من رای داده. اون داره دوازات چرا من رای دادی؟ ها چرا تو من رای دادی؟ 1 2 3 4 میلیون که 5 تا چرا من رای دادی تو بازی؟ من کجای دیگه برات تو بازی حتما قبلا مافیا اومده بالا که من رای دادید. حتما تو شما در بعد معمولی معشوقی تو بازی تلاش یه نفر دیگه بیارید بالا. تو مثلا آرتی میاد بالا. حتما تو بازی بشون گردن تو میگیرم. حتما. رضا جان ببین من تو پلاس رضا آریان خودم میلاد کیا دانیال 12 سامان گودرزی اصلا مافیا ندارم. اصلا مافیا ندارم. یعنی با این روند بازی تو محمد چوکویی، حسین فرانی، محمد مومنی، آرتین به نظرم 3 تا مافیا واضح نشسته تو بازی. سامان گودرزی بس مافیاست. این فکتی که پلاسو که کاملا درسته. سامان گودرزی مافیاست. یاراش بس اینجا نشسته بودن دیگه. تو با این تحلیلی که داری تو ذهنت می‌کنی یکیشون چالش نداد که با تویی که داری تک داری سامانو گردن میگیری رای بدن. یه دونه بهش چالش ندادن تو بازی که بیاد تو بازی بتل کنه. سامان گودرزی چه این آرتین داری منو بکنم بیرون؟ با چه منطقی؟ آرتین جان قربونت برم. حسین فرانی برای چیه؟ حسین فرانی من خب خیلی شوی قربونت دارم. پلاس با من تو بازی یار میلاد کیا رفته با پلاس تو بازی درگیر شده. پلاس با این درگیر شده. دارن میگن نه با هم دیگه تو بازی جنگ نکنید. رو کارت یارم دارن یه روی پلیر از روند بازی خارج میکنن. کدومتون تو بازی شهروندی؟ رأیگیری مجدد. رأی از آقای آرتین به سمت آقای آریان. رأی برای آرتین 1 2 3 4 5 6 رأی. رأی برای آقا رضا 4 رأی. رأی برای آرمان مهر 3 رأی. این آقا تو این بازی فرق استدلال و کنسر رو دیدیم به نظرم. چون من استدلالم برای آرمان همشون درست بود. از یکیتون خارج کنید یک مافیا. امروز که فقط بین محمد شکویی و حسین فرانی و میلاد کیا فقط رای گیری بود. بعد خودم آرمان مهر دانیال نه حسین هم راستی چالش داد به خودم آرمان مهر حسین فرانی دانیال که قطعه به یقین شهروندیم. قطعه به یقین شهروندی. نه آرمان مهر که شو شهرونده تو دیگه. بین میلاد کیا مشکوکیشون قربونت برم قلقلک میده. تارگتات به نظر من قلقلک. فکت تو دقیقه گوش بده حسین فرانی. کارت من که با این یار نبودم. خب معارف مشکوکی شکار کرد. مشکوکی شرفن سامان گودرزی مافیا رو گردن گرفت. روز یک از نفر اول چالش گرفت به من مافیا کار نشرف. یه شهروند رو گردن گرفت به من دیگه یادش رفت دیگه. من نمیام مبارک بدم دیگه. این شهروند میذارم همین شهروند این شهروند نمیخواد فردا اینو قورتش میدم.
لقمه‌اش میکنم میرزم شبا چرخش میکنم قورتت میدم قربونت برم. میفهمی دارم به چی میگم؟ این از رو کارت این که رسید به شبندی دیگه باید بهم گفتم امروز شوخویی تک میکنید بیرون. به نظرم مافیا ساده کارتش قرضش نره. به نظرم بین میلادکیا مدمونی گادفادر نشسته اونم مذاکره کننده بوده. مذاکره هم می‌کرد. پس مذاکره رفته از بازی بیرون، یه دونه اسنایپر از بازی خارج شده دیگه، درسته؟ دو تا چیز دیگه، یه دونه اسنایپر خارج شده. ما عرض پلاس که فقط فهمیده بود تو بازی میلادکیا مافیا و فرض اسنایپرش بعد که آرت شهروندی برای میلادکیا میذاشتی. رضا آریان تحلیلش بر از خودش فقط میلادکیا مافیا بود. در فرض اسنایپری اونم بعد یه آرت شهروندی برای میلادکیا میذاشتی. چجوری میلادکیا هنوز مشکوکه برات؟ حداقل تو دو تا لوکیشن تارگت کننده من که اسنایپر خارج شده که جفتشون داشتن به من تارگت میزنن. دیروز بعد از آرتین مگه به این نگفته بودی قطعی شهروند؟ چرا این آوردی بالا؟ مگه به دیتای شروع بازی شهروند صد رضا آریان نبود من مشکوک بودم؟ چطور بعد از آرتین آوردی بالا؟ آقا ولش صحبت کن. چالش میدم به مومنی بهم برگرد. بازی واسه ساده است. سامان گزی برام شهرونده، 12 برام شهرونده، خودم شهروندم، میلادکیا هم که اصلا دیتا شهروندیش دیگه وارد بازی شد. بین رضا آریان و رضا پلاس هر کدوم اسنایپر بازی داشته باشه، میلادکیا به رضا آریان رای 2 داده، پلاس هم که فقط داشته میگفته این مافیا بازی. پس هر کدوم اسنایپر بازی بذاره دیتا شهروندی میلادکیا وارد بازی شد. محمد مومنی که حتما مافیاست. کلم کرد گفت من مافیا بازی. یعنی بین محمد مومنی، محمد چوگویی، حسین فرانی دو تا مافیا راحت نشسته. سینک نمیشه ذهنم بگم محمد چوگویی و حسین فرانی با هم دیگه مافیا بازی. پس اینا رو میذارم بینشون یه دونه مافیا بازی. حسین فرانی مشکوک بودنش این بود که گفت آرتین رضا من با هم دیگه شاید سه تا با هم دیگه تو بازی چه باشیم که اصلا ما منطق جو در نمیاد. آرتین داشت تارگت به خود محمد مومنی خودش رو شو کرد به نظرم تو بازی. پس محمد مومنی امروز بکنید بیرون. آقا شاید اور بشنوم با این حرفی که میزنم، ولی من که آرتین و مافیا نداشتم. حالا آرتین مذاکره کننده من بوده، من اعلام میکردم گفتم من گادفادرم، من مافیا سادم، منو بکنین امروز بیرون. مطمئن میشدید که منو بکنین، نمیذاشتم مذاکره کنندم بره. به نظرم که خودت با پلاس چین بودی. از نظر من اصلا شاد به خودی زدید. من اینجوری دارم بازی آرتین رو خیلی مافیا نداشتم. آرتین اونجای دمج خورد حسین فرانی. آرتین مافیا باشه، چه آرتین مافیا باشه چه پلاس مافیا باشه، بین سامان گودرزی آرمانمر بازم چین نشسته. سامان گودرزی نمیتونست اصلا به آرتین رای 2 بده. حالا اجماع آرمانمر نمیتونست بشینه رو آرتین اصلا. تو خودت چالش دادی آرتین، کارت تو شده شهروند، از رو کارت تو بازی صادر شده. به نظر سناریو مذاکره است، سناریو فروشه. آرتین مافیا بوده، من میفروختمش. خیلی ساده بوده. اوکیه، میتونید با پلن دیروزتون برید، منو که خوند شهروند به آرام روید. چالش دوازده جان چالش میخواد. من میدم. بذار اینم صحبت کنه برگردم من صحبت. نظر خودم بین میلادکیا و محمد شکوهی سامان گودرزی یه دونه مافیا است. خودم حسین فرانی شهروندی باز سیف سایت. آره محمد مومنی درست میگه به نظرم، باز سیف سایت بین خودت و محمد مومنی. یعنی یه بار دیگه باید سایت تو باز کنی آرمان. میدونی چرا؟ اصلا سر اکت ریاکت آرتین دارم میگم. آرتین داخل دفاعیش انگار یار داره میفروشش، انقدر ناراحت بود. اصلا ناراحتیش ناراحتی نبود که مثلا تو فشار بازی روشه، انگار یار داره میفروشش که انقدر ناراحت. یه بار دیگه سایت تو باز کن، من رأی میدم به سایت مخالفه. نه دورت بگم دیسلایک که نمیتونی بدی. بعد از خروج مافیا شما دو تا تلاش کردید رأی مساوی کنید، دیسلایک که نمیتونی رو بدی. تک خودت گردن میگیرم دیسلایک بدی. میگم سالم بازی کنید بازی در میاد. مثلا میلاد که تعصبات چالش داده، پلاسی که داره شهروندشو گردن میگیره به من چالش نده. قول دادم به پلاس چالش بده، خودش گردن میگیره به شهروندش. این آرمان دیروز چالش داده به محمد شکوهی، میگه به نظرم این سامان گودرزی شهروند دو تا ترن داره با اینا سالم رفتار نبوده. به نظر رفتاراتون سالم نبوده. من به آرمان که امروز رای میدم. آرمان جان داداشی تو ترن یک بازی فقط فهمیدی آرتین چالش نگرفته مافیاست. ترنت که رسید گفتی آرتین چالش نگرفته مافیاست. تو دفاعیت در مورد 4 نفر صحبت کردیم. محمد میلادکیا، این پلاس، 2-3 نفر دیگه چین کامل داشتی، ولی میگفتی من فردا بهت میگم. فردا بهتون میگم. نمیگفتی. رفتارتون هم به نظرم
بوی یار به یار میداد. من قرار امروز بین تو محمد مومنی سایت بگیرم یا بین تو با مچوگی، چون مچوگی هم دیگه ترن گذشته هنوز مافیا پیدا نکردی. داشت سامان گودرزی مافیا چینش کیه به نظرتون؟ خب اوکی این آرامر امروز به ساید محمد مومنی مچوگی بکنید بیرون. به نظر من اینجوریه، چون سامان گودرزی رفتاراش رفتار عجیب غریبی به نظر من شهروند مافیا باشه از این کارا نمیکنه. به نظر من شما با ساید خودتون رو باز کنید بین مچوگی، محمد مومنی، دانیال 12 چیز این بنده خدا آرمان مهر احتمالاً مافیا هست. این سایده رو امروز دنده بدید بین این دو نفر و این یه نفر سایت بگیرید، سایت 1 و 2 تو در داشت. حسین جان من حتی آرمان مهر رو قد این سامان گودرزی مافیا ندارم. این سامان گودرزی اصلا میتونست بگه ما این آرتین اینا میگن ما سامان گودرزی داریم میگه مذاکره کننده بوده. من میپریدم این وسط به دک فوش میدادم که منو بکنم بیرون، نظر مذاکره کنندم چک بخوره تو دک. با 6 تا رای رفته آقای آرتین، با رای من و محمد مومنی یارم مساوی مگه میشده؟ خودمون رو میکشتیم، من و محمد مومنی رای میدادیم، میلاد کیا کنسمون رو خورده بود رای میداد، خودت رای میدادی، میشد 4 تا رای با 6 تا رای که آرتین رفته بود. اصلا نمیتونید بگین آرتین مذاکره کننده بود. آرمان مهر دک براش جمعه، میگه سامان دانیال 12 دوبل خودشون شهروندن همشون با هم دیگه. ما مافیا بودیم، اینا که مذاکره نبوده، حتما مذاکره رو میشوندیم. چون امروز خطر این که یکی از ما مذاکره باشه بخواد امروز بازی بره بیرون حتما بوده دیگه. دیروز داشتیم مافیا کاور میکردیم. نه من میگم سامان گودرزی حتما مافیاست. به راه نداشت به کل بازی آرتین رو کاور کرد. با کی ساید گرفت؟ با خودت ساید گرفت، با رضا آریان. رای کشید، رای 1 کشید زیر رضا آریان اومد تو دفاعیه، رای 1 کشید زیر تو اومد تو دفاعیه، دید 5 تا رای بود، ششمی سامان گودرزی انداختن. رای سامان اشتباه بود به اون. آقا من نمیگید ساید منو میخواد باز کنه محمد مومنی، با سامان گودرزی باز کن. من نمیخوام با آرمان مهر ساید بگیریم، ما میخوام با سامان گودرزی ساید بگیریم. من نظر مافیا بود. نکست. اصلا یه جوری موضع آرمان امروز پایینه که انگار مثلا کاراگاه استعلامشو گرفته، مثلا دارید با دیتا کاراگاهیش بازی میکنید و اینا. امروز باید موضع خوبی داشته باشه با توجه به خروجی که همتون قبول کردید آرتین مافیاست. جدی دارم میگم، تو لوکیشن شما دوتون با همدیگه جفتتون رو مافیا ندارم، ولی این رفتاری که دارید میکنید اینجوری داره تو ذهن من میاره. یعنی عملا موضع سامان بعد از این پایین‌تر باشه، حداقل تو تارگت خورده است. سامان فهمیده بود رضا حتما شهرونده، بعد از آرتین مافیا رای کشیده، رضا رو آورده بالا، بعد 5 تا رای شده، دیتاش بعد توش ذهنیت شهروندی باشه که این احتمالاً شهرونده پوش شد دیگه، رای 6 رو که نباید اضافه کنه خودش، که این دیتای ذهنی شهروند دیده اون کسی که کاور کرده 5 تا رای گرفته، بعد دیگه خب پوش شد تموم شد دیگه، میشه خودش 6 رو بندازه. حسین بعد من صحبت کن. میلاد جان میخوای بگی سامان مافیاس 6 رو کشیده زیر آرتین، بعد بگی چه اتفاقی افتاده، بعد بگی مذاکره کننده داخل دفاعیه بود که سامان 6 رو انداخته زیر آرتین، مافیاس بوده، رئیس مافیا که مذاکره کننده بعدش رای خروج نیاره. میفهمی چی میگم؟ بعد بگی آرمان مهر مذاکره کننده بوده، سامان 6 رو انداخته زیر آرتین که آرتین رای خروجش بره بالا که مذاکره کننده بعدش با هر چی تلاشم بود رای خروج رو نیاره دیگه. بعد بگید سامان گودرزی و آرمان مهر باز با هم مافیا. آقا من نمیفهمم. این چالش تو حتما بده آرمان مهر اون سایت بگیره. به نظرم این جفت با هم چین نیستن. این جفت با هم چین نیستن. محمد شکویی محمد مومنی. یا بیا ساید محمد شکویی سامان گودرزی رو باز کنیم، این هم ساید منطقیه. هر کدومشون مافیا باشن باز بازی رو دارن از سر آرمان مهر میگذرونن. آقا این چند دیتا اضافه کنم. این دو تا چالشی که اینجا رد و بدل شد، چالش محمد شکویی با آرمان مهر خواستنی نبود. این آرمان اصلا چالش نمیخواست. چالش من با آرتین همینجوری اصلا چالش نمیخواستم. این دو نفر اصلا جریان کل بازی نبودن. یه چالش بینشون رد و بدل شد. آرمان به چالش گرفت گفت نه پلاس یار سامان نیست، آرتین یار سامانه. عین این دیالوگ چالش اولش گرفت. ترنش رسید گفت نه محمد شکویی برای چی داری سامان گودرزی رو تارگت می‌کنی؟ تو چین داشت این دو نفر رو. چون تو دفاعی فهمیدین دو تا چین نیستن. نکته اول. نکته دوم، سامان گودرزی به نظر چی عزیزم؟ شهروندان 12 به نظر شهروند تمام رأیایی که خروج داشته یه مافیا شهروند بوده. هیچ شهروندی مداخله، هیچ مافیایی مداخله نکرده تو رأی خروجش. درسته؟ این دیتا رو دارید دیگه. پس این شهروندا که رفتن مذاکره کننده رو کردن. تمام اونایی که داشتن با این دیالوگا باید محمدشکویی گردن میگرفت تو ترن کردن اصلا لبخند نداره. امروز رأی میدم از جناب بازی خارج شی. محمد شکویی این دیالوگ این اگه اونو مافیا داره دیگه نمیذارم به سامان تارگت بزنیم. خیلیشون ساید محمد شکویی سامان رو در بیاد. من دانیال رو مشکوک دارم، آرمان رو مشکوک دارم، ساید اینجا به نظرم در بیاد. شما دیتا روزی که بازید بین 4 نفر آخر 2 تا مافیا بود. من با کاور کردن محمد مومنی، کاور کردن خودم، تارگت نزدن به تو، گفتم یه دونه این بینه همین دیتا رو دادم عملا دیگه. بین اون 3 تا 2 تا مافیا داشتم دیگه. این یک. حالا فکت خیلی سوپره. این فکت آقا، اینایی که شما دارید میگید هیچ کدوم فکت نیست با کم. این فکته.
این رو کارت مافیا من این که شهرونده با هم دیگه باکس که یار نبودیم که رأی 1 و 2 بدیم به آرتین. بعد آقا میلاد یه چیزی میونه حرفا بگم، شما دیدی من رأی 6 دادم، یعنی من نگاه رأی کردم بعد رأی 6 دادم، من فرش رأی دادم 1. حالا اصلا اینو کار ندارم. با کارت شهروندی ایشون محمد شکوی شهر فکت تو گوش کنید، سوپر فکته. محمد شکوی شهروند تر معارفه تارگت زده به کی؟ به سامان گودرزی مافیا. ترک چکار کرده؟ در نفر اول چالش گرفته با کارت شهروندی رفته تارگت زده به یه شهروند. من چه کار باید کنم؟ من باید بگم شهروند، بگم این مشکوکه به نظرم بعد از من، به دسته اینو بکنم بیرون، فردا اینو قندشو بگیرم، باید روی اوورکت دیسلایک بدم برم خودم با این درگیر کنم؟ من که شهروندم. آگزار من به نظر من دانیال 12 داره درست میگه، اینا دوتا با هم دیگه مافیا نیستن که با هم دیگه بیان بگن دانیال 12 مافیا بازی، با هم دیگه برن آرتین رو کاور کنن، با هم دیگه بگن آرمان مافیا. آگزار شکوی آرمان با هم دیگه یاروشن. امروز ساید منو شکوی رو باز کنید. خب بگید سایدتون منم دیگه. چین دوم من شکوی منم، چین دوم تو که تارگت می‌زنی منم تو بازی. همتون هم دارید میگید آرتین تو بازی مافیا بازی بوده. بعد دارم میگید دارک شات زدیم. یه شات خودی زدیم تو بازی. خب داشتیم شات خودی می‌زدیم. پلاس رفت ریش کرد تو یه دونه شهروند تو جریان بازی. گفتم بشینید که دوبلتون با هم دیگه تو بازی شهروند بازی هستید. رفتم تیز شدش که کی می‌دستیدم. کی می‌دستیدم دیتا کارت من. رفتم رضا آریا تو که آقا من خیلی ساده دارم براتون بازی می‌کنم. یا حسین فرانی محمد نومانی بعد بگید تو بازی چینن، یا بعد بگید بین شما دو تا مافیا بازی، بین محمد نومانی و حسین فرانی بعد تعریف مافیا کنید. کدوم تو مافیا بازیه؟ میلاد کی بعد شده شهروند بازی داره نوازم که ابدا مافیا بازی نداری. منم که رفتم میدونه مافیا رو بازی کردم بیرون. یادم بوده 3 تا شهروند تو گروه حسین فرانی اون بالا داشت تارگت می‌زده. این پلاس داشت یه دونه اینجا شهروند تو بازی می‌خواد. من گفتم بذار یار بکنم من بازی بیرون. چی سیو شدم من؟ محمد نومانی حسین فرانی اکثر با هم دیگه یا دوبل مافیا بازی شکل بینشون دو با تعریف مافیا کردی. آقا ول کن آرمان مرجان، من به نظر چیه منم؟ شو چی داری میگی؟ تو هفته حسین کی داره میگه برو آرمان گردن بگیر. این سامان گودرزی میگه تو چه من میتونم تو بکنم بیرون، این که کن سامان خورد، این که گفت صفر تویی. تو هفته تو میکنم بیرون مذاکره کنندم که نرفتم بازی بیرون. شب مذاکره میکنم بازی تمام. بازی تمام شد آقای آرمان. چی میگی؟ من شهروندم. این سامان گودرزی با بیت شهروندی آرتین داشته بازی میکرده. مگه میتونه 5 تا رای بیاره؟ میشده شهروندتر. نما 2 میکشید زیر آرتین. ما داریم میگیم سامان مافیاست. سامان داره میگه باکس تو هم دیگه مافیاست. سامان تو رای 1 دادی به آرتین. آرتین که اومد دفاعی تو کشیدی زیر آقای رضا آریا، کشیدی زیر آرمان. تو رای 1 دادی به این آرتین. آرتین با 4 تا رای به ازون اومد. 3 تا اونا بودن، یه دونه آقای حسین جیک بود. امروز آرمان مرجان الان یا ریاکت میدی که سامان مافیا، بین من و سامان مافیاست، ما میایم دفاعی، یا ریاکت ندی به خودت رای میدم بیار. آقا من بین آرمامر، محمد چیکویی، سامان 2 تا مافیا به نظرم. حالا محمد چیکویی خودم از روز 1 شب آقا چالشایی که محمد چیکویی میرسیده 3 تا چالش به محمد چیکویی رسیده. چی؟ خب میدونم چالشایی که محمد چیکویی میرسیده میگه محمد چیکویی شهروندتر از سامان گودرزیه. سامان گودرزی از معارفه و ترنی با آرمامر سایت میگرفته، تصمیم گرفته با آرمامر رای 2 بکشه زیر آرتین. او که من که سایدم با آرمامره، من و تو رای میدیم آرمامر دیگه. الان باید بگی من و حسین فرانی چینیم با هم دیگه، شک نباید داشته باشی که این محمد چیکویی رو برای چی بس تارگت میکنی؟ به نظر من خودت و سامان با هم دیگه چینید. من محمد چیکویی رو شهروند دارم. میلاد کیا که دیتا شهروندیش اومده راست میگه. رضا آریان اسنایپر روش میلاد زده، این پلاس اسنایپر روش میلاد زده. به نظر من آرتین مافیا هم باشه مذاکره کننده نبوده، پس نمیشه امتیازشو بندازی دست تو. اصلا آرتین غیر عادی رفت بیرون. آرتین به نظر من طبق سناریو رفته بیرون. حالا من و محمد چیکویی و من و حسین فرانی من و حسین فرانی با هم دیگه یار بودیم. حسین فرانی چالش داده که آرتین رو بکنیم بیرون، ما سناریو حسین خراب کردیم. مثلا فقط آرتین شهرونده. خودت به نظرم حتما مافیایی، به خاطر محمد چیکویی به نظرم این کارهایی با سامان کرده. من نظرم اینجوریه. بچه رای گیری از آقای میلاد کیا به سمت آرمان مهر 3 رای دفاع. رای برای میلاد، رای برای آرمان مهر 3 رای دفاع. رای برای حسین، رای برای شکوهی 3 رای دفاع. رای برای دانیال 2 رای. رای برای سامان دفاع. رای برای مومنی. خب من اگه بخوام بگم بینشون مافیاست، من یه دیتایی دارم که شما دو تا دارن زرگری می‌زنن. اینطوری داره دارن میگید مافیا بازی. اگه میشه چین دومتون رو بدون آقا دانیال لوازر مافیا داری؟ شما دو تا دانیال لوازر مافیا داری؟
از تو دارم میپرسم. 12 مافیا بازی داری، میلاد جان که ابدا مافیا بازی نداری، با من داری دیالوگ می‌کنی بین مردمانی حسین فرانی خب پازل رو بچی وقتی اگه همدیگه رو مافیا بازی داری دوبلتون بعد بازی اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ میشه من بیام تو دفاعی یه دونه آرتین رو بکنمش بیرون چین شهروندی زدم رضاییان که براتون مافیا بازی نبوده، این معرض پلاس که براتون مافیا بازی نبوده، رفتم دوبل این دو تا رو کاور کردم، میلاد جان گفتم با این نجنگید، دوبل شما رو شهروند کردم، خودم تو دفاعی گفتم اینا تو دک مافیا بازی نیستن بین مردمانی آقای شکوی حسین فرانی بعد بگی تعریف مافیا کنید یار آرتین بازی اینو نگاه کن تو من تو بازی رای دادی کدوم دوربین دفاعی ما رو میگیره؟ آقای آرمامر میگه دوبل ما دو تا با هم مافیاس رای یکای آرمامر 1 2 3 تو هفته اون که مذاکره کننده نبود رفت بیرون ما رفته بود ما که اونجوری هم صفر هم زرگری نمیزنیم اون که مذاکره نبود 3 تا شهروند ندادن تو شهروند بیارم ما رفتیم تو زرگری تو هفته سامان گودرزی که حتما مافیاس آرمامر یه بار من به تو رای 1 ندادم با 1 تو اومدم تو دفاعیه امروز یه رأی خوش پلی بازی در میاری فقط میکشی زیر سامان گودرزی سامان گود دوباره براتون تکرار میگم این دانیال 12 که داره میگه باکس دوبل این دو تا با هم مافیا بوده مذاکره کننده در خطر بوده اینا 6 تا رأی کشیدن زیر آرتین که مذاکره کننده از بازی نره بیرون چی میگی باید بگید حتی اگه ما باکسمون هم با هم دیگه مافیا شد بگید سامان گودرزی مذاکره کنندش که دیروز رأی انداخت زیر اون اومد امروز داره منو گردن میگیره پس بین ما دو تا مافیا داره یه دوب با هم دیگه داریم زرگری میزنیم باز مذاکره سامانه رأی بگید زیر سامان نه که ببین الان به ریاک بده تو ترن سامان یا لایک میدی یا دیسلایک ندی رأی 2 میکشم زیر خودت چی نکشم زیر تو خودم میرم آقا تک به تک نگاه چشاتون میکنم براتون فکر میارم آقا میلاد که شما ترن معرفه کنسه منو با لایکی که رو مافیای پلاس دادم خوردی درسته پس نیاز نبود خودم رو درگیر کنم بگم بین این شهروند و این شهروند مافیایی میگفتم همین این شهروند این یکی مافیایی این از شما آقای دانیال 12 با کارت مافیای من باکس این دوتا شهروندن دوتا شهروند سر صحبت نفر اول رفتن شما شهروند گردن گرفتم خودم رو با نقش مافیا انداختم جلو شما حالا فکر میارم که با آرمامر هیچ جوره یار نمیشم آرمامر چالش اول هم از شکویی گرفت گفت چی گفت آرتین تک مسیرت سامان گودرزیه یعنی 7 تا شهروند تو دک بودید آرمامر مافیا رب به اون یکی مافیا گفت تک مسیرت این یکی یارمه چون این یکی یارمو گردن نمیگیری خودتو میکنم بیرون یار سامان گودرزی کیه یار سامان گودرزی کیه اینا دوتا که اومدن تو رو بکنن سناریو این دوتا خراب کردم خودت که داری به من رأی میدی میلاد کیا ترن معارفه رفتم شهروندش کردم ترنه فهمیدم با میلاد کیا یارم چش باز کردم رفتم گفتم بین یارم یه دونه شهروند رضاییان که رفته بیرون خونده شم رأی یکی که من به رضاییان دادم دیگه شما که میدونید برای چی بوده برای چالش چی بوده که من نده رأی 2 بهش ندادم رأی 2 فقط دادم به آرتین رأیگیری مجدد از آرمانمهر به سمت شکویی رأی برای آرمانمهر 2 رأی رأی برای شکوهی 2 رأی رأی برای سامان 4 رأی سامان وصیت این داداشون هم رأی داد 5 رأی بازی نکنید آقا برید گلیا پوچتون رو بازی کنید به مافیاتون رو خاتمه بدید تمام هم کات کنید مافیا و از زندگیتون بذارید کنارشون به نظر من لیاقت بازی مافیا نرید بازی مافیا بازی فکته من با کی یار بودم تو دیگه الان با کی یار بودم 5 تا رأی دادید به من با کی یار بودم رفتم پلاسی که روش ریاکت داده بودم که آقا سناریو من مافیا فشار رو پلاس بود نیاوردم رضا آریان شهروند رو باید فشار میذاشتم نذاشتم برندی رو آرتین بهش تارگت نزدم داشت از رو کارتم بازی میکرد من فقط به این افتخار میکنم هر موقع تو دک نشستم شهروند بودم یار فرضیمو مثل جون در آوردم آرتین داشت نقش یار فرضیمو بازی میکرد رأی 1 و 2 دادم رفت بیرون بعد آرتینم بهش کی رأی 2 ندادم 4 نفر بعد خروج مافیا رأی دادن به شهروند به رضا آریان شهروند آقای محمد مومنی این فکت‌ها رو بعد یه شهروند تو دک می آورد با این فکت منو کاور کرد آقای میلاد کیا آقای محمد مومنی آقای محمد شکویی با یه دونه اون بینه بعد خروج یه مافیا رأی دادن به یه شهروندی که از بازی رفته بیرون این 4 تا تارگت نخوردن رأی خروج نگرفتم من رأی خروج گرفتم سایدم الان فردا میخواد بخونه مافیا آره